امروز قراره از عجیبترین و دراماتیک ترین روایت های تاریخ موشکی ایران براتون بگم. روایتی که از نقل قول خود نیروهای نظامی بوده و اسمش رو گذاشتن لحظه‌ای که موشک وحشی شد. شاید این اسم براتون جالب و خنده‌دار به نظر برسه، اما پشت این اصطلاح یک داستان واقعی از میدون جنگ و یک خطر جدی و یک فناوری پیچیده‌ای پنهان شده که در این برنامه بررسی میکنم. مثلا لحظه‌ای که موشک به اصطلاح وحشی شد. چرا موشک وحشی شد؟ اصلا چرا یه موشک ممکنه به این صورت عمل کنه؟ سلام و عرض ادب خدمت همه شما رفقای عزیز. من امیرحسین برازنده هستم و خوشحالم از اینکه کانال خودتون رو برای دیدن انتخاب کردید. خب همین اول بریم سراغ روایت لحظه‌ای از وحشی شدن موشک. یکی از نیروهای هوافضایی سپاه در جنگ 12 روزه علیه اسرائیل تعریف میکنه. از اینجا به بعد قصه رو میخوایم شما روایت کنیم. یک تصویری هست بعد از اصابت سکوی موشکی مهدی، موشکی که روی لانچر بوده سرگردان روی زمین داره میچرخه، شعله ور داره میچرخه روی زمین. و یک نفر کنارشه. تو این تصویر خیلی ریز مشخصه. اون نفر شمایی. درسته؟ بله. چی بود جری؟ وقتی که آقا مهدی ما خیالمون راحت شد که از منطقه خطر دور شدن، رفتیم برای شلیک موشک. ولی همون چیزی که شما فرمودید و موشک به طوری که به قول خودمون میگن که به اصطلاح وحشی شدن موشک که تو بیابون داشت دور میزد، جایی که من احساس کردم که داره به من میرسه، یعنی از پشت دراز کشیدم روی زمین و همون لحظه از روی من رد شد. موشک از روی رد شد. بله. دستور میرسه که موشک‌ها رو از روی لانچر شلیک کنن. به سمت لانچرها حرکت میکنن. کارهای اولیه و مقدماتی رو انجام میدن. ولی در همین موقع یکی از لانچرها لو میره و مورد هدف قرار میگیره. متخصصان میرن سراغ لانچرهای دیگه. بعد از اینکه دکمه شلیک رو فشار میدن، با یک چیز عجیبی روبرو میشن. همون لحظه موشک شلیک شده پرواز نمیکنه. یعنی عمودی به سمت آسمون نمیره و شروع به حرکت افقی میکنه. دور میزنه و دورانی میچرخه. به این حالت میگن موشک اصطلاحاً وحشی شده و هیچ کنترل دیگه‌ای روش نیستش. همونطور که توی ویدیوها دیدین این موشک میچرخه، دور میزنه و میره به سمت یکی از نیروهای متخصص نظامی در اونجا. شراره‌های آتش در آسمون پرتاب میشن. تیکه‌های موشک هم با قدرت به آسمون و اطراف پرت میشن. طبق گفته یکی از این نیروها که همونجا قرار داشت و مسئول بود، یهو متوجه میشه که یکی از موشک‌ها، یعنی همون موشک وحشی شده، به صورت دورانی داره به سمتش میاد. ایشون به سرعت میخوابه روی زمین، ولی خب حرارت موشک بسیار بالا بود. از روی ایشون رد میشه، ولی متاسفانه بدن ایشون رو میسوزونه و بهش صدمه میزنه. تصورش رو بکنید، یک موشک بالستیک چند تنی با سرعت چندین برابر صوت ناگهان از مسیر خودش خارج میشه و درست به سمت شما بیاد. لحظه‌ای که نه زمان دارید، نه میتونید فکر کنید و نه جایی برای فرار دارید. فقط و فقط باید به زمین بچسبید و دعا کنید. خب حالا به نظرتون این چه موشکی بود که اینطوری وحشی شد؟ رسانه‌ها تا الان رسما نگفتن که کدوم موشک در اون پرتاب دچار ناپایداری شد.
و احتمالاً هم نخواهند گفت. اما طبق زمانبندی محل پرتاب و شرایط جنگ احتمالاً یکی از این سه موشکی هست که بهتون میگم. خیلی هم معتقدن که موشک جهاد بوده که بردش حدوداً 1000 کیلومتره، سرعتش 8.5 ماخ، یعنی 29035 متر بر ثانیه، یعنی بیشتر از 2935 متر بر ثانیه. وزن این موشک 7 تنه. کلاهکش هم حدوداً 600 کیلوگرم از مواد منفجره، سوخت مایع تک مرحله. خیلی ها میگن خرمشهر 4 بوده با برد 2000 کیلومتر، سرعت 8 ماخ در لحظه اصابت و کلاهک 1.8 کیلوگرم. این موشک هم سوخت مایع است. آماده سازیش هم فقط در 12 دقیقه زمان میبره. خیلی ها میگن موشک خیبرشکن بوده که بردش بالای 1450 کیلومتره، سوخت جامد و مانورپذیره، وزن 6.5 تنه و کلاهکش 550 کیلوگرم از مواد منفجره. هر کدوم از این سه تا موشک ها اگر حتی یک لحظه از کنترل خارج بشن میتونن فاجعه‌ای بزرگ رو رقم بزنن. خب چرا حالا به نظرتون موشک وحشی شد؟ اینجا سه تا احتمال فنی مطرحه. اولیش خطا در سیستم هدایتیه. در موشک‌های سوخت مایع به خصوص نوع جهاد و خرمشهر سیستم هدایت اینرسیاییه و ممکنه در ثانیه‌های اول شلیک دچار خطای ناگهانی شده باشه. این خطا باعث میشه موشک به جای اوج گرفتن مسیر منحنی و غیر قابل کنترلی رو در پیش بگیره. دوم شرایط محیطی و حمله دشمن بود. خیلی هم معتقدن موشک روی لانچر آماده پرتاب بوده و بعد مورد اصابت قرار گرفته و از کنترل خارج شده. اگر این نظریه درست باشه ضربه یا ترکش میتونه مسیر اولیه پرواز رو مختل کرده باشه. سوم هم خطای انسانی یا آماده سازی نادرسته، مثلا آماده سازی سریع موشک، مخصوصا وقتی که فشار جنگی زیاده، میتونه منجر به اشتباه در تزریق سوخت یا کالیبراسیون در سیستم بشه. حالا جالبه بدونین چنین چیزی فقط برای ایران اتفاق نیفتاده، یعنی وحشی شدن موشک. در آمریکا هم موشک‌های مینتمن 3 در چند آزمایش دچار شکست شدن. حتی بعضیا بعد از پرتاب سقوط کردن. در روسیه هم موشک بالستیک RS-24 در اولین آزمایش‌های خودش چندی بار از مسیر خارج شد. حتی در چین هم آزمایش‌های دانگفنگ 41 با مشکل روبرو شد. وحشی شدن موشک یک اصطلاح جهانی، مخصوص ایران نیست دوستان. این نشون میده که فناوری بالستیک در حین قدرت پر از ریسک و خطای انسانی و فنیه. اما چرا این روایت در ایران انقدر بازتاب داشته؟ چون برای اولین بار یک نیروی عملیاتی رسمی صادقانه اعلام میکنه که من واقعا شوکه شدم. موشک از روی سر من رد شد. این حرفا ساده است اما واقعیه. یه جورایی دل خیلی ها رو از فداکاری و جانفشانی این نیروها به لرزه انداخته، اونم برای دفاع از وطن. اینا واقعیت هایی هستن که خیلی هاشو من و شما تا رسانه ای نشه نمیدونیم. حتی مدرن ترین موشک ها هم ممکنه غیر قابل پیش بینی باشن. اما نکته کلیدی اینجاست که در نهایت شلیک موفقیت آمیز بود. موشک ها به سمت دشمن پرتاب شدن و به هدفم برخورد کردن. یعنی حتی با وجود این حوادث سامانه های ایرانی تونستن مأموریتشون رو تکمیل کنن. این داستان وحشی شدن موشک فقط یک روایت شخصی نبود. این نشون داد که در جنگ های مدرن که ترکیبی از تکنولوژی های پیشرفته، خطای انسانی و شرایط غیر قابل پیش بینیه بسیار خطرناک. برای ایران این تجربه‌ای بود که باید سامانه‌های هدایتیش رو دقیق‌تر کنه. ایران همیشه باید آماده باشه تا غافلگیر نشه و همچنین آماده سازی سریع با پروتکل‌های ایمنی‌تر رو در دستور کار قرار بده. و در نهایت همونطور که خود نیروهای نظامی ایران گفتن 85 میلیون ایرانی منتظر این بودن که موشک به هدف مورد نظر برخورد کنه. خب ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. تجزیه و تحلیل و نظر خودتون رو دلی خوشحال میشم که این زیر برامون کامنت کنید. سابسکرایب کانال یادتون نره. اگر ویدیویی دیدید مورد پسندتون بود حتما لایکش کنید چون بی نهایت به تیم ما انرژی میده. ممنون از شما. دشمنان بدونن
من و امثال من تعدادمون خیلی زیاده. ما همون شاگردان حاجی زاده ها، رشید ها، سلامی ها و باقری ها هستیم که تا آخرین نفسمون، تا آخرین قطره خونمون از کشورمون، از مملکتمون، از مردممون در مقابل دشمن ایستادگی خواهیم کرد. شهید حاجی زاده رو پایان یک برنامه بود بغل کردم، گفتم سلام ما رو به بچه‌هایی که گمنامن و پشت صحنه برسونیم. شما رو بغل کنیم و سلام ما رو به همه جوانایی که پشت این کارهای بزرگ برسونیم. تو حضرت آقا بعد صحبتاشون اومدن برن ایستادن یه لحظه، گفتم من اینجا تشکر کردم ولی تک تک رو بچه‌ها تشکر کنم. تاکید کردم. آره تاکید کردم. آخر برنامه شما رو بغل کنیم به یاد سردار حاجی زاده که اینجا بغلشون کردیم. دمتون گرم، با غیرت‌ها، خدا حفظتون کنه ان شاءالله برای این کشور زنده باشین. سلام ما رو به بقیه رفقا همکاراتون برسونید.